تاجیک چی گناه کرده است که غارتش کنند، ظلمش کنند، تجاوزش کنند، وطنش رو بگیرند، استثمار کنند؟ او حق نداشته باشد مبارزه برد. اگر مبارزه بود پس او تروریست است، اکستریمیست است. جبهه مقاومت افغانستان، من کار ندارم با مشکلات داخلی افغانستان. جبهه مقاومت دیروز هم بیانیه دادند. تمام حزب و حرکت‌های افغانستان بیانیه دادند که با حکومت امروزه کابل ما تنها و تنها با استفاده سلاح مبارزه می‌کنیم. گفتگو، مبارزه مصالحت آمیز لازم نیست برای ما. شما در یگان جای دنیا شنیدید یگان رسانه غربی، شرقی، روسی، تاجیکی اپوزیسیون افغانستان را تروریست اعلام کرده باشه؟ یگان کس گفت؟ برای چی؟ برای همزبانان ما در اون طرف دریای آمو اجازت بوده است که در این طرف آمو بشینند، با سلاح مبارزه برند برای رسیدن به هدفهای سیاسی خودشون، برای رسیدن به اون آزادی که میخواهند. برای تاجیکان این طرف آمو حرام باشد وضعیت ما رو به یک خرسنگ شبیه کردن. گفتن این مثال رو من از یک کسی دیگر میگم. شما مثل یک خرسنگی هستید در راه، خیلی وزنین، شما را نه گرفته پرتافته می شود نه از شما گذشته می شود. اگر شما در این راه نباشه دیگر خیلی راحت دیگران این راه رو ادامه میدن. من گفتم خیلی خوب، والا بگذار من همین تشبیه شما را قبول کنم، یک خرسنگ باشم در راه مبارزه. اگر شما آمدید در راه، در مسیر یک خرسنگ در راه هست، ایستاده است، شما با این خرسنگ چی کار میکنید؟ گفت که او را اگر زورم رسد یک طرفه کنم. خیلی خوب، اگر زورت میرسد مرا یک طرفه کن. هیچ کس زور نزنه، بیهوده تلاش نکنه. هیچ کس جای نهضت اسلامی تاجیکستان را گرفته نمیتونه، مگر بین پیمان ملی تاجیکستان و گروه 24 در مسئله آمدن رحمان برای یگان هماهنگی همکاری وجود داشت؟ اصلا وجود نداشت. کافی است که دلخواه برادر به من بگوید که فلان روز فلان ساعت در فلان جا ما شما رو منتظر هستیم برای گفتگو، برای ملاقات. شرط نیست که دیگران پیش من بیایند. من از اون نفرایی نیستم که منتظر شوم که دیگران با ما تماس بگیرند یا نه، من خودم میروم. مطمئن باش اگر فردا قوی شدم همین تاجیکان بود در پهلوی من خواهند ایستاد. دیگر اون وقت من نیاز به خودت ندارم، چون خودم قوی هستم. اما امروز من نیاز دارم، امروز ضعیف هستم، امروز مهاجرم، امروز در بدرم همه ما. امروز ملت در یک حالت دشوار قرار دارد. امروز است که من نیاز به خودت دارم. اگر امروز در پهلوی من ایستادی با وجود همه این مشکلات، من این را قدر خواهم